پشت پرده دوره‌های یک شبه جواهر فروش شو. یک شبه طلا فروش شو. با من همراه باشید. یه دوره‌های خیلی مرسوم شده و خیلی هم پرطرفداره که من میبینم عزیزان دارن شرکت میکنن و چقدر هم وایرال شده. دوره‌های با عنوان اینکه یک شبه طلا فروش شو. دوستان، هیچ کاری یک شبه انجام نمیشه. هیچ کمپانی، هیچ موفقیتی یک شبه حاصل نشده. و متاسفانه ما وارد تایمی شدیم که سالهاست فروش رویا خیلی جواب میده. میان به جوونا، به کسایی که میخوان وارد یه مهارتی بشن، میخوان وارد یه بیزنسی بشن، شروع میکنن رویا فروختن. این بزرگترین ظلم در حق یک انسانه که شما بیای بهش یه رویایی که هیچ حقیقتی نداره رو بفروشی، هیچ آینده‌ای نداره رو بفروشی. سیستم اینا چیه این دوره ها؟ بر اساس صحبتایی که با عزیزانی که این دوره ها رو رفتن انجام دادم میخوام خدمتتون بگم. قدیما بنکدارا میومدن چیکار میکردن؟ سیستم کاری بنکدارا به این صورته که میزان زیادی جنس دارن، به قیمت عمده به مغازه‌دارها میفروشن و شما باید حداقل مثلا 50 گرم، 100 گرم، 200 گرم، 300 گرم ازشون خرید کنید تا به قیمت عمده به شما بدن. الان به هر دلیلی اون بازار دیگه نیست، اون فروشه دیگه نیست. اینا هم نمیخوان اباحت خودشون رو پایین بیارن که جنس گرمی بفروشن. یا مثلا یا ما 1 گرم هم میفروشیم، 2 تا دونه کار هم میفروشیم. سودی نداره واسه شون نسبت به اون سرمایه‌ای که دپو کردن، سودی نداره براشون این کار. باید حجم بالا بفروشن. یه سیستم استراتژی خیلی جالبی که بنا کردن، خب علم پشتش خوابیده قطعا، اومدن یه سری اشخاص رو علم کردن یا حالا خودشون به شما دوره‌های آموزش یک شبه طلا فروش. میخوای یه شبه وارد این کار بشی؟ بیا این دوره‌ها رو بگذر. خبری نیست. اینا چیکار میکنن؟ اینا یه پولی از شما میگیرن، به شما آموزش میدن، یه چیز در حد یه بلاگری ساده که یه بچه هم با گوشی میتونه انجام بده، میان به شما آموزش میدن و اونجایی که شما نیاز داری جنس تأمین کنی میگن نگران جنس نباشی، ما بنک داریم، ما تولید کننده ایم، جنس بدون اصلا نمیخواد بخری، جنس ما رو بفروش. یا میخوای بخری 10 گرم از این بخر، 5 گرم از این بخر، 4 گرم از این بخر، با 20 گرم کارت راه میفته. 100 تا 200 تا مثل شما رو داره که این 20 گرم 20 گرم 30 گرم اینا رو بهش میفروشه. شما یک شبه طلا فروش نشدی، ولی اون دوست عزیز یک شبه چند کیلو طلاشو فروخته، در ازای اینکه بهت هم جنس بفروشه یه پولی هم ازت گرفته که بهت یاد بده چجوری این جنس رو بهت بفروشه که شما یاد نگرفتی، ولی اون جنسشو بهت فروخته. من آدمی نیستم که بگم این صنف چیز اختصاصیه، دوست ندارم کسی واردش بشه فلان اینا، دست یاد نشه. نه، من از خدامه که بیان. مثلا عددی نیستم که بخوام از این صحبت‌ها بکنم. من دارم توی تمام پلتفرم‌ها آموزش رایگان میذارم. دوست دارم همه یاد بگیرن، بیان توی این کار، ولی با تخصص، با مهارت. این کار ساده نیست. من به شخصه بیش از 13 سال هم از نظر آکادمیک، هم از لحاظ مهارتی، هم در ایران هم خارج از ایران وقت گذاشتم. نه من، تمام کسایی که مثل من الان توی این صنف مشغولن و بیزینسشون رو نگه داشتن، اینا خاک این کارو خوردن. توی هر شغلی، هر صنفی شما بری، شما باید خاک خوری کنی. باید بری آموزش ببینی، آموزش درست از تولیدش، از فروشش، از طراحیش. بری پیش یه دونه این کاره واسه کار کنی، کار یاد بگیری. ببینی آقا اصلا این بیزنس چیه؟ هی میان این نحوه حساب کتاب تو ماشین حسابو میذارن، آره این اینجوری اون اونجوری. عزیز من، همین حساب کتاب ماشین حسابی طلا فروشا کم کم 5 6 سال طول میکشه تا شما یاد بگیری که این سیستم چیه. اینا راحت نیست. تو لحظه عیار تبدیل کردن، وزن، قیمت سنگ حساب کردن، دلاری و طلایی کردن، طلایی ریالی کردن، اینا تجربه لازم داره. این عزیزان میان به شما رویا میفروشن. بیس کار اینا چیه؟ اینا دارن از طریق شما جنسشون رو به صورت هرمی میفروشن. یه چیزی که دیگه هممون میشناسیم، این شرکت‌های بیز و بادران رو یادتونه؟
اومدن یه سری جنس بنجل آوردن، گفتن حالا چجوری اینا رو بفروشیم؟ با فروش رویا. بیا ببین فلانی اینجا مازراتی خریده، بله یه سری چرت و پرتی علم کردن و رویا رو به همه فروختن. چند نفر به اون رویا رسیدن؟ کی جواب گرفت از این قضیه ها؟ به جز اشخاصی که خودشون سردمدارای این ماجرا بودن. این سیستم هم همینه. تمام چیزایی که بهتون گفتم موثق موجوده ها. اشخاصی که همه سوال پرسیدن، اشخاصی گفتن آقا من اومدم 200 گرم کارتیه خریدم، 300 گرم فلان خریدم. برای چی؟ ما مگه آقا کارتیه چیزیه که تو هر مغازه‌ای هست، هر کسی داره، هر آنلاین شاپی داره. همه که نمیتونن یه محصول بفروشن، یا یه محصول مگه چقدر مشتری داره که همه دارن میفروشن؟ شما باید جنس تکمیل باشه، ولی نه یه جنسی که تو هر دکونی پیدا میشه. این کار نیازمند مهارت، تجربه و خلاقیته و داشتن این 3 تا پارامتر سالها زمان میبره. کسب این 3 تا پارامتر عرض کنم بهتره، سالها زمان میبره. شما باید توی مارکت باشی، خورد بازار رو بشناسی. الان هم که خب ما تو ایران که کپی رایت نداریم، این همه برند تو دنیا دارن جنس تولید میکنن، ازشون میتونیم الهام بگیریم. کیا تو ایران دارن موفق کار میکنن؟ اونایی که جنس های خاص دارن مطرح میکنن، جنس با نیاز مشتری دارن مطرح میکنن. مثلا وگرنه یه سری چیزا علنگو خب همه دارن، زنجیر کارتیه رو همه دارن، فلان مدل کار رو همه دارن. شما در صورتی میتونی توی این کار خاص بشی، کارت خاص باشه، ایدت خاص باشه. یه ویدئویی دیدم گوی طلا میفروختن دونه‌ای، بیا با روزی 200,000 تومان گوی طلا بخر، انقدر سرمایه جمع کن. همین گوی طلا رو تا 2 سال پیش زیر 50 گرم شو نمیفروختن. شما میرفتی توی بنکداری میگفتی 4 تا دونه گوی طلا میخوام، میگه برو بیرون بابا. الان اومدن بیا 4 تا دونه گوی طلا بخر روزی، انقدر برای خودت سرمایه جمع کن. سرمایه میشه، درسته، برای کسی که میخواد خورد پول جمع کنه، حالا یه اجرتی هم بابتش بده دیگه، طبیعیه سرمایه میشه. ولی مثلا دیدم طرف رفته آموزش دیده، بعد رفته 100 گرم گوی طلا خریدن. خب میخوای چیکارش کنی؟ آره میدم اون کارگاه برام اینو بسازه، این کارگاه برام اینو بسازه. کار یه چیزیه که تو هر مغازه‌ای هست. به طرحو دادن گفتن اینو بساز خوبه، برو با اینا یه کاری بساز خوبه. اون فقط میخواسته اون گوی طلا رو به تو بفروشه چون رو دستش باد کرده. برید مهارت کسب کنید. موفقیت تو کسب مهارت درسته. وقت بذارید، تجربه کنید. به خدا هیچ کس یه شبه به جایی نرسیده. با تمام بزرگوارانی که توی این صنف الان برند هستن اگه صحبت بکنید، اینا سالها خاک خوردن، زحمت کشیدن، با اینکه تخصص پیدا کردن بارها ضرر کردن، زمین خوردن، تجربه داشتن، دوباره شروع کردن. شما باید به اون مرحله برسید. هیچ چیزی بدون تجربه، بدون مهارت فایده‌ای نداره. خواهشاً گول این مسائل رو نخورید. اکثر کسایی هم که تو این دوره‌ها من می‌بینم شرکت می‌کنن، به من پیام میدن، آدمای تحصیل کرده و با تجربه‌ای ان. من واقعا تعجب می‌کنم که یه حساب سرانگشتی ساده نمی‌کنی. من سرمایه ندارم، میخوام بیام وارد این کار بشم، جنس اینو بفروشم یا با یه جنس کم شروع به کار کنم. خب چقدر از این، چه می‌دونم، مثلا جنس رو از این می‌خرم 10% میفروشم 15%. با این 5% اتفاقی نمیفته. سود اصلی صنف طلا و جواهر تو فروش جواهره. فروش جواهر هم نیازمند به تخصص و مهارت و تجربه است. سالها طول میکشه. بازار به شدت پولسازیه، ولی گرگ‌هایی داره که تیکه تیکه میکنن آدمو. اما اگه تخصص و مهارتش رو داشته باشی، فوق‌العاده پولسازه. کار اصلی رو یاد بگیرید. میخوای با کم شروع کنی، کم تو رو کار اساسی و راه درست بذار، نه که یه نفر بهت رویا بفروشه. خواهشاً گول این حرفای الکی رو نخورید. تخصص پیدا کنید. مرسی که با من همراه بودید. آرزوی موفقیت برای همه عزیزان دارم. عرض کردم من دوست دارم همه بتونن وارد این صنف بشن. توی هر صنفی هر کی هر چیزی دوست داره، ولی مهارتش رو پیدا کنه، با تخصص بره. خیلی جذاب داره. مرسی که با من همراه بودید.